بگیر، بالا بگیر، منو بگیر. الان که می‌بینیم تو ارتفاع 700 متری، اینم آقا شهروز با هم پسنجر خودشیم دیگه. بالا بگیر خودتو، زاویه بالا بگیر. اینم زیرت بگیری خودتو می‌بینی، بالا می‌بینی. این بال ماست، این خودم، اینم باله. اینم ارتفاع پایین. واقعا یه دنیای دیگه است. اینم یه زاویه از خودم، بال آقا شهروز گل. روشنه دیگه. ببین چیز میده، ثانیه شمار میده رو صفحش. آره 1:47. این لحظات دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه مگر اینکه دوباره بخوای پرنده شی. چسچه رو باید بخری. عالیه عالی. ول کن راحت باش. بالا رو نکن، متفلایه خودش داره میاد. من اصلا ولش کردم. باترفلای بدون دستگیره داریم حرکت میکنیم. میریم چپ بدون دستگیره. باترفلای کامل. زاویه خودم با چتر عالیه. اینم زمین ارتفاعی که میخوام بشینیمه. پرنده ها رو بگیر. اینم پرنده هایی که تو آسمونن. 3-4 تا بودم میبینیم دیگه تو این زاویه‌ای که هستیم. بازم خودم. آی خدا چه حالیه. زاویه روبرو آسمون از اینجا یه رنگ دیگه است. الان صافش کردی. یه ذره عقب‌تر میتونی بگیری. الان زاویه داری بالا نباشه زیرمون. آره بالا هیچ خبری نیست. چیکار میخوای بکنی آقا شهروز؟ هیچی حاجی. فعلا بار اوله. فقط باد پایینمون رو باید بادنما رو ببینی. خب ببینی بادنما کدوم سمتیه. بادنما کدومه؟ باید زیر خودمو نگاه کنم؟ آره. اونجا که بچه‌ها هستن نگاه کن، این بادنما رو هوا هست. این باد پایین چیه؟ باد پایین این وره. کدوم سمتیه؟ به سمت راسته. کو الان بادنما کجایی؟ اونا اون سبزه دیگه، آبیه دیگه. اون نیست. رو زمین رو میگی دیگه. چی؟ رو زمین رو میگی دیگه. آره. یه چیز آبی میبینم، بادنما فکر کنم سمت راست باید باشه. آی خدا یا خدا، داریم حرکت اکروباتیک میکنیم. یا خدا خیلی عالیه. وزن بدم راست این ور یعنی خوبه اوکیه. نمیخواد دیگه وزن. عالی. دوباره از این ور چرخش این ور فوق‌العاده است. عالی. آی خدا. نهت باد ببین چیه. بادنما رو قشنگ ببین. بادنمای من دقیق نمیدونم کدوم ها شهروز. رو هوا آویزونه ها. هیچی نیست. مایله. دیدی خودت؟ من ندیدم ها. حرکت آکروباتیک هم کردیم. دوباره هم میریم برای حرکت آکروباتیک. عالیه خدا عالی. بهترین تجربه زندگیه. حالا از این ور
بریم برای چرخشه. همه دارن حال میکنن، هیچکی نمیتونه این کارا رو بکنه، فقط خودمون میکنیم. حاجی آماده دویدن باید باشی. دوربین رو باید بیخیال شی. دیگه دوربین بیخیال بچه‌ها، دیگه خداحافظ. دیگه داریم میخوایم بشینیم. بگیرم اینجا رو وارد دویدن. نه اون بعد جایی باز دستتو رد کن از جلو. از این دیگه اول جلو رد کن جلو. چجوری جلو؟ تو هم تو همون همونجا درسته همونجا. دیگه. نه رد کن برو تو. اینجا حاجی اینجا رد کن بنویس. آها برو جلو دستو بنداز جلو. آها. خودت. آزاد. آره آزاد. دویدن باش برو بیرون هستی. آماده. خود بینم. معلوم آماده بودی. تیک آف آماده کرده. بودنت معلوم بود آماده بودی. اولش اومدم بعد یه دفعه پای پیچید. دو دفعه بعد ان شاءالله. عالی بود آقا شریف. تجربه شد یا نه؟ خیلی خوب بود، یه بار دیگه بریم دیگه. دیدی بال بالا که صفر بشه دیدی باد بالا رو. آره. چیز بود. هر روز میپره؟ یا نه جمعه میاد فقط؟ نه جمعه میام فقط. زحمت بکش اینو بگیر منم اینو جمع کنم بریم. جمع کن. اینم چتر ما، اینم آقا شهروز گل. خیلی حال میده. خیلی حال میده، اصلا یه دنیای دیگه است. حتما بپرین. با خود آقا شهروز هم میپرین همتون. آخ آخ. این استویچ کدومه؟ همین وسط بزنم؟ جلو تازه باشه بگیر. میخوابه. جلو رو بگیر الان. استوپش